سید حلیمов ساکن 24 ساله شهر حصار که به قول نزدیکانش 2 روز پیش مجبوری به خدمت حربی جلب شد به دلیل بیماری آزادش کردند. روز پیش رادیو آزادی نوشت که سید را کارمندان مقامات شهر حصار از منزل زیستش به زوری به کمیسریات حربی برده بعد معاینه طبی به شهر دوشنبه انتقال دادند. در این مطلب از جمله گفته می شد که در کمیسریات شهر حصار بیمار بودن سید و هم بلیط حربی داشتن او را به نظر نگرفتند. شب گذشته در کمیسریات حربی جمهوریوی حجت ناسالمی را به سید داده او را جواب دادند تا رفته در بیمارخانه شهر حصار خود را طبابت کند. دست دیدن کجلاگیش دام نزدن. اینجا حصاری خدمونده. شنبه دندانو دید دندانو نیست. دست دید کجلا. اپراسیون ما دید. تراوما داشتم. دید گردون ما. این جوان را دوام 2 روز در کمیسریات و بیمارخانه ها بارها معاینه کردند که به گفته خودش درد زخمی بدنش افزوده گوشهایش به درد آمدند. به سید حلیمov سال پیش با سبب بیماری و نقصان جسمانی بلیط حربی دادند. همکنون باید سید در بیمارستان تا صحت شدنش زیر نظارت طبیبان باشد. گفتن یا بالینسا برای خوک نشه امروز هم زخم زردو داشته یا درست خوک نشه ساز شوه اثبات کرده شوه هیچی خیلی برای بگرده اگر همین ساز میشید ما یکون کار نمیکنم بچه‌م همش خدمت کرده گه بچه کلونی ولدی بستوک ده خدمت کرده گه دیمانگیش گرمن یا ده خدمت کرده سیمانگیش چخسلواکیا ده خدمت کرده گه. پدر در اوان خردسالی سید فوتیده از مادرش جدا او و برادرش را بیبیش به وای رسانده است.